سلام، چطورین؟ ایشالله که حالتون خیلی خوب باشه و امیدوارم که همیشه رو به پیشرفت باشی. امروز اومدم یه خورده توضیح بدم در خصوص اسکوتر، یه سری موضوعاتش، یه سری مواردش. یه سری پیاما بهم دادین که الان با هم دیگه چک میکنیم. یه سری موارد و سوالات داشتین که اینا رو من همه رو الان باتون در میون میذارم جوابشو تا ببینیم چجوریه. این اسکوتر منه، اسکوتر شیائومی و مدل پرو 2. بریم ببینیم که به چه صورتی این اسکوتر. خیلی ممنون، با من همراه باشین. خب سلام، این اسکوتر شیائومی پرو 2 منه، مدلش پرو 2. الان مدل‌های جدیدتری اومده که پرو 4 هم جز مدل‌هایی هستش که الان جدیدتره. ممکنه مدل جدیدتری هم اومده باشه، من دقیقاً اطلاع ندارم. ببینید چندین نفر من پرسیدن که با این اسکوتر بیشتر سفر میکنی یا فقط داری بلاگری میکنی؟ من با این اسکوتر سر کار میرم و 3 سال هستش که مدام باهاش در سفرم. تهران رو کلاً سفر میکنم و یکی از علایق من همینه که با اسکوتر این منور برم. خب میخوام یه خورده توضیح بهتون بدم که این اسکوتر چجوریه. اطلاعاتی که بلد باشم بهتون میگم. وقتی که اسکوتر رو میخرید، روی اسکوتر نوشته که سرعتش ماکسیموم 25 کیلومتره. درسته 25 کیلومتره، ماکسیموم تر این نداره، ولی داره که من اون ولی ها رو بهتون تو ادامه میگم. موضوعی که هستش اینه که این اسکوتر رو اون باکسش نوشته که 45 کیلومتر مسافت طی میکنه. در صورت که این موضوع 45 کیلومتر اسمیه و برای من که وزنم متفاوته، برای کسی دیگه ای که وزنش متفاوته، این موضوع متفاوت میشه. یعنی کیلومتری که میتونه شما رو بکشونه متفاوته. این اسکوتر الان من میپرسن چند نفر که بنزینیه یا برقیه. طبیعیه که این برقیه، هیچ واکسی نداره که بخواید بنزینش تصدیق کنید و برقیه. حالا اینکه چجوری شارژ میشه اون اینا رو همه رو بهتون میگم و شارژرش هم که اون گوشه من گذاشتم که اونم به تفصیل کامل توضیح خواهم. خب 2 تا قطعه من روی این اسکوتر اضافه کردم، 2 تا قطعه هم تغییر دادم برای اینکه اسکوتر رو بتونه استهلاکش کمتر بشه، به من ضربه کمتری بزنه و من رو بتونه ببره. وزنی که این اسکوتر تحمل میکنه 120 تا اعلام شده. تو جاهای مختلف هم عددهای مختلفی اعلام شده، 100 تا، 120 تا و بیشتر از این رو خودشون گفتن نمیشه، ولی میتونید استفاده کنید، ولی خب فشار میاد. این توضیح کلی بهتون بدم. من وزنم 96 کیلوه و من رو به اندازه 25 کیلومتر برده. باز هم بستگی داره، من تا 30 کیلومتر هم رفتم، ولی بستگی به چند تا پارامتر. یکی این که من کوله همیشه دارم و این کوله خودش اگه وزنی داشته باشه طبیعتا رو وزنم هم میاد و به این فشار وارد میکنه. یکی موضوع باد لاستیکاست که خودش خیلی تأثیر گذاره. یکی موضوع شیب سطح زمینه و موضوع آخر هم اون کیفیت کف اون خیابون یا پیاده رو و اون مسیریه که دارید میرید. این خیلی تأثیر گذاره، خیلی تأثیر گذاره. خب من میخوام بهتون بگم، بذارید پس من یه خورده فوکوس کنیم با هم دیگه بریم جلو. ببینید این قسمت اینجا موتور کل اسکوتره، این قسمت
قسمت ترمز و موارد این چنینیشه. این قسمت باتریه، یعنی کل این زیر که با هم ببینیم، کل این زیر باتری اسکوتر. یه صفحه نمایشگرم داره که همینطور که میبینید که منم زیاد شارژ ندارم. اینجا یه صفحه نمایشگره و 3 پارامتر تشکیل شده که این 3 پارامتر رو در ادامه خواهم گفت. نهایت سرعتی که میتونه بره 25 کیلومتره. یه زنگ خب به قول معروف دوچرخه‌ای داره. یه قسمت شارژ داره که من یه اسکوتر رو میخوابونم که شما ببینید که این قسمت شارژ دقیقاً تو این ناحیه است. یه زبونه رو میزنیم کنار و اینجا قسمت شارژ و اینم که جکه. زیر رو هم که بخواید ببینید همون باتریه، یعنی پیچا رو باز کنید زیر باتری. اسکوتر چیز خوبیه، به قول معروف هیچ هزینه خاصی برای شما نداره جز این که فقط میزنیدش تو برق و ازش استفاده میکنید. خودتون باید ببینید محل سکونتتون به چه صورتیه، چون سربالایی خیلی زیادی رو نمید. خیابون ولیعصر تهران رو من باهاش از بالا به پایین رفتم و پایین به بالا، یعنی من تقریبا تا میدون فاطمی رو یه مدتی یک زمانی کلا هر روز سرکار میشه که از بالای ولیعصر می اومدم تا میدون فاطمی و برمیگشتم. یعنی اون شیب رو من تحمل میکرد با این وزن. طبیعتا هر چقدر وزن شما بیاد پایین تر تحمل میکنه، ولی بعضی از خیابونا که شیب یه خورده بیشتری داره مثل جردن رو نمیتونه تحمل بکنه، مگر اینکه بازم میگم وزنتون کمتر باشه و بتونه موتور قدرتی داشته باشه که شما رو ببره و به قول معروف جایی که میخواد. چقدر زمان طول میکشه تا شارژ بشه؟ ببینید از من میپرسید چقدر طول میکشه تا شارژش تموم بشه، یعنی چقدر شما رو میبره. ببینید بستگی داره، به وزن بستگی داره، به جاده‌ای که دارید میرید و ترجیحاً خیابون‌هایی رو پیدا بکنید که هم سطح باشن یا شبیهشون کم باشه، فشار زیادی هم به اسکوتر نه. ولی مدت زمان شارژش ببین یه آداپتور داره و همین ساده اون واسه اسکوتر میشه، نه آداپتوره نه واسه برق شهری میشه، یعنی هیچ چیز خاصی نه. وصل میکنید و شارژ میکنید. من همیشه ساعت 12 شام میذارم تو شارژ، 6 صبح میبینم شارژ شده کامل، ولی عموما هولوش 4.5 الی 5 ساعت طول میکشه تا شارژ بشه، کامل شارژ بشه و بعدش هم ازش استفاده میکنم. نزدیک 25 کیلومتر که ازش استفاده میکنم تقریبا دیگه شارژش تقریبا میشه گفت تموم. بین 25 تا 30 دیگه 30 حد اکثر تموم، یعنی مسافت کمی هم پس شما رو نمیده. به درد عموم اشخاصی میخوره که محل کارشون میخوام برن و ماشین استفاده نکنن. یه سری خطرات داره اسکوتر و خواهش میکنم و به اینا گوش بدید، چون من 2 تا تصادف خیلی بد داشتم، خیلی بد، و سومیش قرار بود رخ بده که خدا رو 100,000 مرتبه شد این اتفاق نیفتاد. امیدوارم که این اتفاق برای کسی هم نیفته. بعضی میگن با سرعتی که 25 کیلومتره بابا این که چیزی نیستش که پس تصادف معنی نداره حالا بزنه. این شکلی نیست. ببینیم 25 کیلومتر شما سوار یه اسکوتری هستین که وقتی اگه ضربه بخورید اون ضربه به شما منتقل میشه. اگر با اسکوتر باشه پرت میشید، یعنی یه ضربه از اسکوتر میخورید، اگه به همین میله بخورید یه ضربه از اسکوتر میخورید و پرت میشه. لذا خیلی خیلی خطرناکه، به همون اندازه که حالا دوچرخه است اسکوتر هم خطرناکه و خیلی باید مراقب باشین. یعنی این شکلی نبینید که اسکوتر چه چیز جذابیه سوارش میشیم ما رو میبریم و بسیار چیز خطرناکیه. لطفا اینو در نظر داشته باشید.
این اسکوتر سال 1416 تومن خریدم، الان فکر میکنم بالای 25 تومن. مدل بهتری هم اون زمان بود کم کنم هست به نام نایبات، یعنی برند بهتری. این برند شیائومیه، برند بهتری هم وجود داره به نام نایبات. باید بررسیاش با هم دیگه انجام بدیم و من بهتون بگم نسبت به اون بودجه‌ای که دارید شما انتخاب بکنید و یه دوست دارید خریداری کنید. من حالا توی ادامه خواهم گفتش که خطرات این اسکوتر چجوریه و بعضی موقع باید رد کرد. اولین چیزی که خواهش میکنم استفاده کنید کلاهی، کلاه من این کلاه مجهزه که خب اگه بخواید ببینیدش توی شبا من این کلاه رو روشن خواهم کرد و میبینید از پشت کاملا مشخصه و کانکت میشه به حالا گوشی. هر اتفاقی بخواد بیفته دوباره متوجه میشم چون اسپیکرهایی داره که من متوجه میشم. و اینکه خب میگم این جزء وسایلی که حتما استفاده باید بکنید در اسکوتر، چون اصلا نباید سرتون صدمه ببینید. این مهمترین چیز ممکنه و واقعا اسکوتر شوخی بردار نیست. امیدوارم که انشاءالله همیشه سالم و سرحال باشیم. ولی استفاده از اسکوتر خیلی کمک بزرگی میکنه توی موضوع آلودگی و کمک میکنید که یک نفر کم بشه از اینکه آلودگی رو داره ایجاد میکنه. کار من فرهنگ سازی نیست ولی دوست دارم که فرهنگ سازی هم بکنم. دوست دارم در اقشار همسن خودمون یاد بدم که میتونیم برای مسافت‌های کوتاه از یه وسیله نقلیه‌ای استفاده بکنیم که تا حد امکان بتونه رفع نیاز بکنه و ما رو برسونه اون مقصدی که میخوایم بدون هیچ دردسری، بدون هیچ هزینه سوختی ما رو ببره و بیاره. یه خورده توی این وضعیت ترافیک و هزینه ها به نظر من این وسیله بدی نیست. البته من مواردی رو خواهم گفت در ویدیوهای بعدی که اونا خالی از لطف نیست. خیلی ممنون که به من توجه کردین. مرسی که حامی من هستین. مراقب خودتون باشید خیلی زیاد. من اسکوتمن هستم. سلام، چطورین؟ انشالله که حالتون خیلی خوب باشه و امیدوارم که همیشه رو به پیشرفت باشی. امروز اومدم یه خورده توضیح بدم در خصوص اسکوتر، یه سری موضوعاتش، یه سری مواردش. یه سری پیاما بهم دادین که الان با هم دیگه چک میکنیم. یه سری موارد و سوالات داشتین که اینا رو من همه رو الان باتون در میون میذارم جوابشو تا ببینیم چجوریه. این اسکوتر منه، اسکوتر شیائومی و مدل پرو 2. بریم ببینیم که به چه صورتی این اسکوتر. خیلی ممنون، با من همراه باشید.